فیلتر شکن پرسرعت سراغ نداری پسرم؟ بازم رفتی سایت‌های ناجور؟ باید تجدید فراش کنی یا پدر؟ نه خیرم، توی فیسبوک بودم. ببینم. نمیخواد. اصلا واسه چی اومدی اینجا؟ من میخوام یه کارگاه تولیدی را بندازم پدر. خب را بنداز. میخوام میخ طویله تولید کنم. خب تولید کن. هیچ نظری نداری پدر؟ نه، برو میخ طویلتو تولید کن، درم پشت درت ببند. خیلی بی‌ذوقی پدر. پدر پدر و کوفت، پدر و درد، پدر و مرگ. اول در بزن. دارم میرم اونور جنگل میخ طویله پرزنت کنم. باشه برو پرزیدنت تو بکن، فقط درم پشت سرت ببند. خیلی بی‌ذوقی پدر. ماه لامصب، ماه، درد، کوفت، مرگ. و اینطوری بود که پسر شجاع عازم سفری پر از خطر به سمت خارج جنگ شجاع. اسم شما چیه؟ تمساح. و پسر شجاع از روش معمول کارتون ها برای مقابله با تمساح استفاده کرد. کجا میری کوچولو؟ دارم میرم میخ طویله پرزنت کنم. باید با من کشتی بگیره. چون پسر شجاع خیلی شجاع بود، روش معمول سوسمارها رو برای خرس هم به کار برد. چاقاله.